سلام بچه‌ها، من امید هستم و خیلی خوش اومدین به ویدیو. امیدوارم که حال دلتون خوش باشه بچه‌ها. دیروز اصلا ویدیو نذاشتیم، امروز پر انرژی شر برگشتیم. وا به نازم آقا، چیکارا میکنید؟ چه خبر؟ حال دلتون چطوره بچه‌ها؟ آقا امروز اومدم که هادوسنس بتل رویال و یک سری توضیحات خیلی کلی و جنبندی شده در مورد هادوسنس بدم. آقا یکی به شما هادوسنس میده، شما چطوری باید ازش استفاده کنید، مخصوصا هات بچه‌ها. و اینکه بچه‌ها با این هات و سنس هم گیم پلی از ایزولیت و ایزولیتد و هم گیم پلی از آلکاتراز براتون گذاشتم و هم توش رایفل زدم، شاتگان زدم، اسنایپ زدم که کلا ظاهر کار دستتون بیاد بچه‌ها. قبل از هر چیز آقا حال دلتون چطوره؟ آقا چیکارا میکنید؟ چه خبر؟ کلا زندگی به کامه؟ کار میکنید؟ یه کامنت ها بگید. یا بریم ادامه ویدیو. این که اینجا افکی شده بود، اونم که با آرگوس، به نازم آرگوس وانشات باشد برادر. چی میکنه؟ خب بریم ادامه. ببینید بچه ها کلا یه ویدیوی هادوسنس کامل براتون گذاشتم. هم هادوسنس باهاش بازی کردم که آقا بفهمید چی، هم توش اسنایپ زدم، هم شاتگان زدم، هم رایفل زدم تا بفهمید آقا هاد خوبه، به دردتون میخوره یا نه. بریم حالا ادامه کار. بله دوستان عزیز، آقا داشتم میگفتم خدمت شما اینجا که بریم جلو بزنیم بچه یارمون اونا کردن. و اینکه بچه کلن هادوسنس به نظر من وقت بذارید و هادوسنستون رو خودتون طراح کنید، مخصوصا سنس. البته اگه الان 4 انگشتی هستید و با هادتون خوب هستید، به هیچ وجه هادتون عوض نکنید، چون واقعا بازیتون میشه یه نفر که 2 روز کلا بازی رو نصف کرده. ولی حالا اگه الان 2 انگشتی هستید و میخواید خودتون ارتقا بدید و به 4 انگشتی، به نظر من همون هاد 4 انگشتی خیلی روش وقت بذارید، از بقیه بردارید. بریم گیم پلی آلکاتراز هم براتون بذارم بچه‌ها. اونجا داشتم یارم بلند کردم، هدم پاشید زمین، اوکی مهم نیست. اینجا بچه‌ها گیم پلی آلکاتراز هم براتون گذاشتم که دیگه کلا همه چی تموم باشه دیگه. مولتی فقط نذاشتم که چون می‌خواستم کلی در مورد بتل باشه. حالا شاید در آینده براتون مولتی هم گذاشتم، ولی الان هادوسنسشو گذاشتم، ولی حالا گیم پلی نداشتم. هادوسنس مولتی رو گذاشتم. دارید می‌بینید دیگه کلا خیلی اگه خوبه بتونید توی با این هاد، مخصوصا حالا سنس مهم نیست، با این هاد روون بشید، واقعا از آیپد پلیر چیزی کم ندارید. دست و بالتون خیلی بازه. اینجا در کشی که من نتونستم راهش بزنم، مهم نیست، اینجا خیلی راحت میزنیمش. و حالا بازم برگردیم به همون مچ قبلی. این همون ادامه مچ قبلی. اینجا ریوایو شدیم، کلی براتون اسنایپ زدم و رایفل، شاتگانم که الان توی آلکاتراز زدیم. آرگوس هم دیدید دیگه، خیلی راحت میتونید فست اسکوپ بزنید. بچه اگه میخواید فست اسکوپ بزنید با حالا گوشی یا مثلا با شاتگان یا با اسنایپ، این سنس خوراکشه بچه‌ها. سنس میگم، این هاد بچه‌ها خیلی هادم، یعنی همون چیدمان، این دکمه ها اینا کلا مجبور بهش میگن هاد. بریم این جلوتر. و اینکه دوباره آقا یادآوری بشیم، ممنون میشم یه لایک و ساب هم بزنید که چنلمون جون بگیره و بهتر کنیم. خیلی هم خبرهای خوشی در راه هست بچه‌ها. یه گوشی جدید، دیوایس جدید، بعد کلی زحمت، حالا چند روز یه پولش رو میتونم کامل کنم و با هم دیگه میریم بخریم. 1-2 هفته دیگه آنباکسش رو با هم دیگه بزنیم و دیگه کلا یوتیوب رو بهتر کنیم. آقا بریم جلوتر. از دراپ یه دونه اسنایپ بکشیم و حالا بریم جلوتر براتون اسنایپ. خیلی دوست داشتم اینجا 117 برداریم یا اچ اس، ولی گفتم بذار اسنایپ بکشم که بزنم براتون. حالا اسنایپ هم بزنم دیگه. اوکی بریم جلوتر. اینجا کلا داشتم میگشتم که ببینم کی باشه، کی هست کی نیست. بریم آقا. اینم بچه‌ها هم برای هر کلاسی، اونو که گذاشتم کلاس و گوشه، خیلی راحت میتونید با اون انگشت اشاره دست راستتون بزنید. اینجا مثلا نگاه کنید، خیلی راحت میتونید تنظیم کنید رو هد بقیه و بزنید. حالا هد این حالا یکیش بود، ولی مثلا در حال حرکتم
انمی ها رو میزنیم. اینجا کلا تیرم تموم شد. یه دفعه دیدم یا خدا اینجا سگا از کجا ظاهر شدن. راحت میتونید وایب بزنید، هر کاری میتونید بکنید و چیزی کم از آیپد پلیر ندارید. یه جور تنظیم کردم راحت بتونید زیپلاین رو بگیرید، راحت کلاستون بزنید. خیلی خلاصه هات همه چیز تمومه. سنس رو نمیگم، مثلا سنس مخصوص خودمه، حتی خودم نمیتونم خوب با این سنس پلی بدم، ولی کم یه 99-95% این سنس دست اومده. سنس خودتون میدونید بچین. سنس من خیلی حالا مهندسی نیست، ولی هات خیلی خلاصه همه چیز تمومه و توپه من میتونید استفاده کنید. اینجا بچه‌ها کلا ادامه اسنایپ میزنن روی ماشین براتون بچه میزنن. اجازه دارم اشتباه اینجا من باید میزدم رو هوا، یه لحظه صبر کردم گفتم بذار خودش بیاد روی من، خودم نبردم. مثلا من یه دفعه پیچید دیگه نشد. اینجا کلا رفت. اینا بچه 2 نفر بودن، کلا در فرار بودن. یعنی من یه بار ندیدم اینا 2 نفری. خب من اینجا تکم بیاد روم بزنید منو دیگه، نگاه کن کلا فرارا. آخرش هم خودم هر دو تاشونو میزنم. یکیشونو با اسلام، یکیشونم رو هاور میزنم با همین که 117. همینه میگم بچه راحت با این سنس و هات میتونید روی هاور بزنید، روی ماشین بزنید، روی هوا بزنید، اصلا همه چیز تمام آقا دیگه. با این هات سنس رو نمیگم، با این هات دیگه بچه ها کلن آیپد. ببین بچه آیپد چیش خوبه، ببین فریم ریت بالا میگیرید، صفحه بزرگتره. خیلی انمی که مثلا اینجا خیلی ریزه رو توی آیپد شما شاید اندازه یه خونه توی گوشی ببینید، یعنی اینطوریه بچه‌ها. اینجا بچه‌ها نگاه کنید، اینو که اینجا در حال حرکت میزنیم خیلی راحت و ایزی. حتما هم بچه‌ها این کور کننده رو بذارید رو اسنایپتون، یعنی نذارید. اگه نمیذارید بنظرم اشتیار بردارید بهتر از اسنایپر. دیل برای بتل ریجسترش اینجا بچه‌ها کلا خواستم کلا از اول بازی حسابو خورد کرده بودن، همش تو فرار بودن، خواستم بزنمش. اینجا گفتم بذار با ماشین برم دنبال. اینجا سرعتش رو کم کردم، راه افتادم دنبالش و اینجا رو هاور خیلی راحت میزنیمش. اینجا رو هاور میزنیمش ولی مارم اینجا میزنم. کلا هات کاراکترم و اینو نشست کاراکترم. اینجا خواستم اینجا بگیرم برم اون طرف دیگه، دلغک با آر پی جی زد دیگه. اوکی اشکالی این نداره. و حالا ما چند نفر دوم شدیم فکر کنم، ببین نشد. هات و سنس و اینا نشون میدم. من این نکته که حالا میتونید هات رو یک سری تغییرات ایجاد کنید. راستش بگم این هات رو من حالا خودم از یکی برداشتم و حالا کپی نکردم از روی یکی، کلا یادم نیست، از خیلی وقت پیش، 1 سال 2 سال پیش از یکی برداشتم و فکر کنم امیر وایتی بود، حالا نمیدونم دقیق یادم نیست. فکر کنم هات و آقا ازش برداشتم، خیلی تغییرات روش انجام دادم، یعنی کپی نکردم همون هات. و بیس هات همونه، ماهیت هات همونه، ماهیت دایی جا ما امپریان زهر ما آقا، ماهیت کار که همونه، ولی یک سری تغییراتی ما لحاظ کردیم. بله جا داره برم گوینده بشم زهر مار. اوکی آقا ببینید بریم که حالا نشونتون بدم. بیسیک آره اول نه بیسیکی نمیخوام نشون بدم، آقا کنترل زا. آقا این که کداشون هم بچه کد هات رو توی توضیحات میزنم، ولی سنس خداش نمیدونم چطوری باید بذارم. حالا چه در آینده کدش گذاشتیم. و اینکه این از ببینید کلا میتونین خیلی تغییرات روش ایجاد کنین، ولی کلا همینه. کدشون هم براتون میذارم، دارید مشاهده میکنید. و اوکی این از هاد و یا همون چیدمان دکمه. حالا سنسیویتی سنسمون هم که برای مولتی همینه، اینو دارید میبینید. حالا آروم میرم تا قشنگ اسکرین شات بگیرید.
و اینم از بتل رویال. اون برای مولتی بود، حالا این برای اما اولش اینجاها تقریبا خیلی مهمه. اینجاها رو مثلا این دیرد پرشن سنسیتیویتی من یه ذره مثلا ببرم بالا، اینو سعی کنید ببرید بالاتر تا مثلا هر ماه مثلا 1-2 تا بدید بالاتر، خیلی مثلا تاثیر داره رو بازیتون. همین سرعت چرخیدن صفحه است دیگه، خیلی ندید یه ماه خیلی بدید اصلا نمیتونید بازی کنید. اینم از بتل رویال. و اینکه بچه‌ها مرسی که تا اینجا هم نابودید، دمتون گرم، عشق مایید و تا ویدیوهای دیگر خدا نگهدار. لایک و سابسکرایب مرام معرفتی هم فراموش نشه. فعلا خدا نگهدار.